دیدی بعضیا میگن که پول داشته باشی اینجا بهترین زندگی رو میکنی، پول داشته باشی آدم دردی نداره. یه تبصره و تکمله داره که نمیگن پول داشته باشی و گاو باشی. ما که بنامون این نبود که هدفمون و تارگتمون و آرزومون این که نبود که بهتر بپوشیم، بیشتر بخوریم، گشادتر بخوابیم. که ما دنبال این بودیم که این مملکت و این زندگی رو، این شهر و این کشور و این جهان رو جای بهتری بکنیم برای زندگی همه. جهان بدی بود علی، ما اصلا اینجوری فکر نمی کردیم یه چیز دیگه قرار بود باشه. ما فکر کردیم جهان بر مدار عدل میگرده، بر مدار قانون میگرده، بر مدار اصلاح و بهبود میگرده، بر مدار انسانیت میگرده. داره بر مدار ظلم میگرده. جهان علی نیست، جهان امر و آس، زور و زر و تزویر. همش دارن به خاطر این زور و زر و تزویر میکشن. چجوری